خداوند مرا ببخشد. خیلی خطای سخته کردم. اینقدر ثروتی که خدا بر من داده است در راه خودش خیرش نکردم. اکنون خیلی دیر شده است. خیلی پشیمان هستم. میدانستم، همش را میدانستم. شاید همان صدقه که در زندگی میدادم و این بیماری دچار نمی شدم. صدقه از همه بلاها انسان را ایمن می داشت. اما کار شده بودم، ندانستم. فریفته مالی دنیا شده بودم. انا اکنون همان قدر مالی که جمع کردم مرا از این بیماری نجات دهد، همه‌اش بیفایده بوده است. اکنون سخت پشیمانم، اما عاقبت سود ندارد. میدانم خیلی دیر شده است، اما یک وصیت میکنم. چه ثروتی که از من مانده است تا چنین در کاری بگیرید و ماندگی او را همه را در راه خدا خیر کنید. چرا این سخنها رو میگویی؟ انشالله میخیزی با دست خودت خیر میکنی. اکنون خیلی دیر شده است، خیلی دیر. کاش پیش از مرگ فکر میکردم و در راه خداوند میدادم. خداوند مرا ببخشد. شنیده بودم که هر کسی دنیا را، مال دنیا را دوست بداره، خداوند او را هرگز نخواهد بخشید. اما من از همان شخصیت هایی بودم که فریفته مال دنیا شدم. اکنون هرچی صرف کرده ایستاده این یگان دوایی نشده ایستاده است. ما فکر میکردیم که در این دنیا ابدی باقی میمانیم، اما نمیدانستیم که ما هم میماریم. اما اینقدر ثروتی که من جمع کردم یگان تای او دستگیری من نیست. هرچی باشد اعمالی نیک هم هست. خداوند مرا ببخشه. کاش این حالت من را ثروتمندای دیگر می دیدند و با آنها عبرت می شد. افسوس که آنها در نزد من نیستند که این حالتم را ببینند و با آنها عبرت شوند، در زندگی خیر کنند، در صحت بودنشان در راه خدا باشند تا پشیمان نشوند، اما دیگر سودی ندارد. شنیده بودم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همه دنیا به خاطر او بود، اما در زندگی ثروتی نداشت. جای خواب او روی بوریا بود. تاری دیوانها مثل ما نبود، اما ما کور بودیم که حبیب خدا ثروتی نداشت، کم بضاعت بود، اما ما خدا چشم ما را، پرده چشم ما را نبرداشت. ما فریفته یعنی همین دنیا و مال دنیا شده. خدا دیده ایستاده ای که بچه حال هستم. این مال و مرگ مرا نجات نداد. یگانه نجات دهنده ما و
شما این خدا هست. بفهم اکنون در راه خدا باش. بده هرچی از دستت می آید در راه خدا بده. همه ثروت را در راه خدا بده. خداوند همه ما و شما را هدایت فرماید. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول البته برادرای عزیز، ما این ثبت برای آن گرفتیم که به دیگران عبرت شود. این حقیقت دارد. امروز ما و شما فریفته مال دنیا شدگی هستیم و از مرگ خود بخبر هستیم. مرگ یا شیو پیری نمیگه امروز یا اینکه ساعت دیگر میآید بهر ما و شما. حتما این نوار در همه شبکه‌هاتون نشر کنین، پخش کنین تا به دیگر انسان ها عبرت شود، تا پشیمان نشوند. خداوند یار و مددگارتان.